زرغونه حنا مادر احمدشاه بابای بزرگ بود. او زنی آگاه و باهوش زمان خود بود و همین افتخار برای او کافی بود که نه تنها احمدشاه بابا را در کودکی تربیت کرد، بلکه در بزرگسالی نیز وقتی احمدشاه بابا از سوی یک رئیس جمهور به رهبری کشور ما برگزیده شد، زرغونه حنا منتخب به عنوان مشاور ارشد به او کمک می‌کرد. هنگامی که احمدشاه بابا سران حکومت را برای ساختن شهر جدید کندهار گرد هم آورد و اقدامات لازم را برای جلوگیری از حملات احتمالی دشمن انجام داد. پس از مذاکرات فراوان این خبر را پذیرفت که برای دفاع از شهر 7 دیوار و 7 سنگر برای شهر ساخته شود تا مردم شهر از حمله دشمن نجات پیدا کند. زرغونه حنا او را صدا زد و گفت: پسرم، این کلمه را محکم در گوش خود نگه دار که افغانها هرگز روی دیوارهای خاکی و گودالهای آبی از خود محافظت نمی کنند. او بود که مفکوره ساخت و ساز را از احمدشاه بابا گرفت و یک قلعه معمولی ساخت. ولادت و وفات زرغونه حنا معلوم نیست، اما به نظر می رسد که وی در سال 1174 یعنی پس از تاریخ تأسیس شهر کندهار در زمان حیات احمدشاه بابا درگذشتند. مرحوم 60 یا 70 سال عمر کرده و قبرش در شهر کاهک ارغنداب قندهار می باشد. استاد عبدالرؤوف بینوا در کتاب زنان پشتون درباره زرغونه حنا می نویسد: زرغونه حنا مادر اعلیحضرت احمدشاه بابا بود. زرغونه حنا این سرزمین پاک را با فرزند نابغه‌ای چون احمدشاه بابا برای خدمت و تعالی وقف ملت پشتون کرد.